نحوه کار با سمبل ها. در هنگام کار با نرم افزار ایپلن لازم داریم تا هنگام استفاده از سمبل ها کتابخانه های مربوط به المان های موجود در قسمت های مختلف رو انتخاب بکنیم. برای انتخاب کتابخانه های مربوط به سمبل ها از قسمت Parameters Project گزینه Symbol File رو انتخاب میکنیم تا کادر محاوره Symbol Files Selection برای ما گشوده بشه. گزینه هایی رو که در صفحه مشاهده می کنید به صورت پیشفرض در نرم افزار ذخیره شدن. در حالت کلی میتونیم تا ماکسیموم 8 فایل مختلف رو که هر کدوم از فایل ها میتونه شامل 512 المان باشه رو در داخل نرم افزار بارگذاری بکنیم. به عنوان نمونه هنگامی که قصد داریم تا المان های مربوط به یک پروژه هیدرولیک رو طراحی بکنیم، فایل مربوط به المان های هیدرولیک و همینطور هنگامی که قصد طراحی یک پروژه پنوماتیک رو داریم، کتابخانه مربوط به المان های پنوماتیک رو به فایل های برنامه‌مون اضافه خواهیم کرد و برای حذف کتابخانه‌مون کافی است تا عبارت موجود رو از داخل منومون پاک بکنیم. پس توجه داشته باشید که در هنگام طراحی یک پروژه المان‌های مربوط به اون پروژه رو از قسمت مربوطه بارگذاری بکنید.